جاری منتهی میشه به جام جهانی. انگیزه بازیکن‌ها بسیار زیاد هست. بازی هم آغاز میشه با قرمزهای پرسپولیس کار آغاز کردن. پاس اول انصاری پشت محوطه جریمه که برمیگردونن مدافعان استقلال. مامتیام تو خط حمله استقلال، فرشید باقری باز هم بازیکنی استقلال ثابت توپ هستن. امید ابراهیمی پاس خوب برای سرو جبارو، فضای مناسبی رو دارن میارن به سمت راست، عالی این کارو انجام میده برای شجاعیان. خود شجاعیان میفرسته و بیران وند توی 6 قدم توپ در اختیار گرفت. عالی بود پاس سرو جبارو. کوتاه کار میکنه وریا، ارسال بلند به کاتا روی دروازه خوبم فرستاده توپو و بیران وند توپ در اختیار گرفت. نفوذ کرده پاس خوب وحید امیری، کار تکنیکی ضربهشو میزنه وحید امیری که نه محکمه نه خطرناکه، برای همین رحمتی راحت توپو گرفته. لنگم رو سکوها که جالبم بود دفاع برای استقلال و ضربه سری که اونجا میزنن خطرناک و توپ از بالای دروازه به بیرون رفت. داریوش شجاعیان چه اعتراضی میکنه. بیرانوند با هم میبینیم صحنه آهسته رو، ضربه سری که بدین شکل رو سرش نیومد توپ خوب سوار بشه و خوش شانس بودن مدافعان پرسپولیس که رهاش هم کرده بودن با شونه یه جورایی ضربهش رو زد. با هم میبینیم از نواهای مختلف که پرسپولیسیا وحید امیری هم اضافه میشه، محمد انصاری هم همینطور. پاس عالی داخل محوطه جریمه با فرشاد احمدزاده اونجا خوب بود، اما مدافعان استقلال توپو دور کردند. بعد علی پور موقع در تیم استقلال شجاعیان تیام توپو گم کرده، خود تیام زدشو میزنه با واکنش بیرانوند اونجا مانع از گلزنی مامتیام میشه. یه لحظه توپو گم کرده بود مامتیام، وقتی هم که توپو دید بلافاصله ضربه‌شو زد بیرانوند. یه سیو خوب داشت. با هم می‌بینیم صحنه آهسته رو بین مدافعان پرسپولیس بدین شکل فرصت ایجاد شد. شجاعیان با پای چپ میفرسته داخل محوطه جریمه، فرشید اسماعیلی مامتیام حرکت میکنه، ضربه محکم وریا غفوری و کسی نیست اونجا ضربه سوم رو بزنه و دروازه پرسپولیس رو باز بکنه. اصلا آبی‌ها بیشترن اونجا. پاس وحید امیری برای فرشاد احمدزاده داخل محوطه، نه خبری از پنالتی نیست و ضربه دروازه اعلام شد. ضربه دروازه اعلام شده و بلند میشه فرشاد احمدزاده. با هم میبینیم صحنه آهسته رو اینجا لحظه وریا غفوری شجاعیان باز پاس فنی برای امید ابراهیمی داخل محوطه ضربهش رو میزنه. مدافعان پرسپولیس دوباره توپو دور کردند، کاملا تحت فشار قرار دادن تو این دقایق استقلالی ها بازیکن پرسپولیس شد. آفساید نیست، کار دنبال میشه. بازیکن پرسپولیس فرصت دارن. فرشاد احمدزاده با پای چپ ضربهش رو میزنه با توپ از کنار دروازه بر از برخورد پای بازیکن استقلال به بیرون میره و کهن بود. احمد نوراللهی هم همینطور حرکت بازیکن استقلال، ضربه از راه دور پرقدرت از امید نورافکن، اما توپش تو چاپ تو زیر پای فرشاد احمدزاده رد میشه. حالا موقعیت خوب گیره استقلالی ها اومده. سرور جبارو با پای چپ میفرسته داخل محوطه برای مامتیام. حسینی به مقابل داره، خود تیام ضربهشو میزنه زمینی اونجا روی ریبان میتونه دروازه پرسپولیس باز بشه و حالا توی دروازه گل برای استقلال. استقلال 1 و وریا غفوری برای آبی‌ها گلزنی میکنه. اونجا همه هم دریبل میزنه و میرسن به تماشاچی‌ها و اینطوری خوشحالی میکنه وریا غفوری. همه پرسپولیس‌ها دست هم دادن تا دروازه رو باز بکنه. وریا غفوری از فرصتی که گیرش اومده بود به خوبی استفاده کرد. مدافع جلو کشیده استقلال. از این چهره شروع شد. فرشاد احمدزاده، ضربه‌ای که تیام زد روی ریباند توی اون فرصتی که مدافعان پرسپولیس نتونن توپو رد بکنن، توپ تیر خود رو بدین شکل دروازه بیرانوند و پرسپولیس باز شد. بازی میشه 1-0 و قطعا نیمه دوم میتونه جذاب‌تر از نیمه اول بشه. ثانیه‌های پایانی نیمه اول به گل رسیدن آبی‌ها. از زوایای مختلف با هم می‌بینیم صحنه آهسته گل رو که این چهره وریا غفوری به ثمر رسید. کوتاه کار می‌کنن بازیکن پرسپولیس. ماهینی یه ارسال بلند روی دروازه، ضربه سری که اونجا میتونن بزنن و چه فرصتی رو از دست دادن بازیکن پرسپولیس. خود شجاع خلیلزاده نزدیک بود دروازه رو باز بکنه. یه نارنجک هم همچین زدن که
این فرصت رو پرسپولیسیا از دست دادن. شجاع خلیلزاده رو چه اشتباهی بدی داشت میکرد وریها غفوری، از این پاس گل بده، گل زن استقلال. باورش نمیشه که توپ از دست داده شده و بیرانوند و خلیلزاده، حسینی، رسن، احمدزاده، کامبینیا، ماهینی، انصاری، ربیخا، امیری شروع کردن. مامتیام تعقیب میکنه مسیر توپ رو. علیرضا بیرانوند یه کار خیلی خطرناک اونجا باریست که بجستن یه صحبتی میکنه و حالا کار دنبال خواهد شد. سرور جباروف زباشو به سمت چارچوب مستقیما میزنه و توپش از بالای دروازه به بیرون میره. کمال کامبینیا، علیپور پشت محمد زباشو میزنه اونجا، علیپور و رحمتی توپو در اختیار میگیره. فرشید اسماعیلی، تکلیف فرشاد احمدزاده، خطا نیست، کار دنبال میشه. گاردی منشا، فرصت تیم پرسپولیس، ضربه‌ای که منشا میزنه، حالا وحید امیری رو پاچه چپ ضربه‌شو میزنه وحید امیری فنی و رحمتی توپو در اختیار گرفت. علیپور میاره به سمت راست برای فرشاد احمدزاده، اضافه میشه اونجا حسین ماهینی. منشا توپ میخواد، ارسال روی دروازه برای گاردی منشا، ضربه منشا ضربه آکروباتیک علیپور، اما خطاست اونجا حرکتی که انجام شده. ضربه آکروباتیک علیپور تو چارچوب نبود، داشت از دست داد، به هر شکلی بود. یه پاس خوب میده برای امید ابراهیمی، فضای مناسب برای گل دومو داره تیم استقلال. فرشید اسماعیلی شوت زن، زباشو میزنه فرشید اسماعیلی، اما نه تو چارچوب. حرکت میکنه، میارن به سمت راست برای فرشاد احمدزاده. خود صادق محرمی داره اضافه میشه، نورافکن اونجا حضور داره. پاس عالی، محرمی داخل محوطه میخواد بفرسته و تکلیف به موقع رو اونجا میبنده. کورنرها وحید امیری میفرسته، ضربه سر نورافکن، دوباره وحید امیری میخواد سر توپ بزنه، موفق نیست. حالا زده حمله تیم استقلال، مامتیان با گام‌های بلندش یه پاس تو در برای شجاعیان که پاسش خوب نیست. مسیرش رو بسته، باز هم بازیکن پرسپولیس یه حرکت داخل محوطه جریمه. علیپور دور میزنه، ضربه‌اش رو میخواد بزنه که اصلا جالب نیست و این طرف تو به بیرون رفت و پرتاب به سود استقلال خواهد بود. که مونده دست طرفدارا که نتونستن درست پرت کنن، به همدیگه دارن پرت میکنن. نمای داخل زمین، فرصت تیم پرسپولیس و توپی که اونجا زده میشه و توپ برمیگرده. باز هم بازیکن پرسپولیس فرصت دارن. صادق محرمی ارسال بلند روی دروازه، مشت رحمتی، یک کنترل، کار تکنیکی از بازیکن پرسپولیس. فرشاد احمدزاده یک ارسال، ضربه‌ای که اونجا میخوان بزنن و علیپوره که دستش بالاست. خبری از خطای هند پنالتی نیست و کار دنبال میشه. ضربه سر علیپور دنبال توپ بود. نوراللهی توپ بازم برمیگرده. تیام به کنترل خیلی خوب داشت اینجا، توپ نگه داشته اما تنهاست. دوباره خود تیام درگیر با بازیکن پرسپولیس، توپو خیلی خوب جلو میاره. پاس برای علی قربانی، یک کنترل، توپ نگه داشته علی قربانی، یه پاس خوب پشت محوطه جریمه. شجاعیان ضربه‌شو زد که مدافعان پرسپولیس خورده. بازم موج دوم حمله تیم استقلال در راه هست. وریا غفوری کار قشنگ داخل محوطه میفرسته توپو، اما علیرضا بیرانوند رمیز پرتابه که گیرشون اومده. حسین ماهینی یه پرتاب کوتاه، صادق محرمی حالا ارسال بلند روی دروازه، ضربه سر منشا توی اون شلوغی، یک ضربه سر خطرناک از سید جلال حسینی و توپی که از بالای دروازه به بیرون رفت. همه نگاه ها به آقای فغانی. ضربه رحمتی، سهرابیان، یه ارسال داخل محوطه، گل دوم برای استقلال. نه چه دروازه خالی رو خراب میکنه اونجا جابر انصاری و تمام سوت پایین بازی رو هم به استقلال در میاره. فکر کنم پرچم هم زده بود کمک آقای فغانی و آفساید بود صحنه‌ای که جابر انصاری رو خراب کرد. یک برسه به استقلال بازی رو برد.